سلام دوستان، به کانال سکوت بلند خوش اومد. امشب میخوایم 2 داستان کوتاه و ترسناک که از دوستای نزدیک خودم شنیدم و براتون تعریف کنم. شما اگر دوست دارید داستان و ماجراهای ماورایی و ترسناکی که برای خودتون یا اطرافیانتون اتفاق افتاده از این کانال پخش بشه رو برای ما به آدرس تلگرامی که زیرنویس شده و روی تصویر میبینید ارسال کنید. خب بدون معطلی بریم سر وقت داستان اول. عموی دوستم آقا رضا ساکن یکی از شهرستانهای اطراف قزوین. آقا رضا حدود 40 سال سن داشت و سر حال و سالم و شاداب. حتی من میدونم که لب به سیگار هم نمیزد. آقا رضا متأهل بود و با مینیبوسی که داشت هر روز مسافرها رو به مسیری که از وسط چند تا روستا رد میشد میبرد. مسافرها معمولاً توی مسیر روستاها یا مزارع اطراف جاده پیاده میشدن. گاهی هم مردم اون حوالی برای طی کردن مسیر کوتاهی وسط جاده سوار مینیبوس آقا رضا میشدن. آقا رضا هم طبق معمول عادت داشت با مسافرها سر مسائل روز بحث کنه. بعضی اوقات هم رابطش با مسافرها فقط تبادل یه لبخند. بیشتر زندگیشو به رانندگی با مینیبوسش تو جاده ها گذرونده بود. بنده خدا خیلی واقع بین بود و برای آسایش خانواده‌اش بیچاره خیلی تلاش میکرد. پسر 17 ساله یکی از اقوامش شاگردش بود که معمولا کرایه ها رو جمع میکرد و در رو باز و بست میکرد و برای مسافرها آب میبرد. با این وضع زندگیش به آرومی پیش میرفت. اون روز صبح پاییزی شاگرد سنگ زد و به خاطر بیماری مادرش گفت که نمیتونه اون روزا بیاد. آقا رضا هم به ناچار قبول کرد. خب اجرای چاره‌ای جز قبولی نداشت. اون روز صبح آقا رضا بعد خوردن صبحونه به طرف گاراژ رفت و مینیبوسش رو بیرون آورد. گرچه رانندگی توی هوای سرد چندان خوشایند نبود، به خصوص که اون روز شاگردش هم نیومده بود و دستنهای دستنا بود. ماشینش رو همونجای همیشگی پارک کرد و منتظر موند که تک تک مسافر رو بیان و سوار شن. طبق معمول وقتی تعداد مسافرها به حد نصاب رسید مینیبوسش رو روشن کرد و به راه افتاد. بعد از اینکه بین راه چند نفر رو سوار کرد از آینه جلو متوجه پیرمرد خیلی سال خورده و ضعیفی شد که تمام مدت بهش زل زده. یه جورایی مشخص بود که اون پیرمرد از آینه جلویی در رضا رو میپاد. از اونجا که اواخر پاییز بود مسافر روستا خیلی کم شده. مردم یکی یکی پیاده شدند تا اینکه جز اون پیرمرد و رضا کسی توی ماشین نبود. پیرمرد بعد 1-2 دقیقه کم کم اومد و تو ردیف جلو نزدیک به رضا نشست. رضا نمیدونست که پیرمرد رو کجا باید پیاده کنه. از طرفی تا آخرین روستا و ده خیلی فاصله مونده بود و نگاه‌های خیره کننده پیرمرد از آینه واقعا آزارش میداد. همونجا برای اینکه بحث عوض کنه ازش پرسید: عمو جان کجا میخوای بری؟ یعنی کجا میخوای پیاده شی؟ پیرمرد از اول مسیر حتی یک کلمه هم حرف نزده بود. بازم جوابی به رضا نداد. رضا هم بی‌اعتنا به پیرمرد به رانندگیش ادامه داد. با خودش گفته بود که شاید حتما گوشای سنگینه، شاید نشنید، نمیدونم. توی مسیری بود که فقط دشت بود، فقط دشت بکر. هنوز چند کیلومتری تا نزدیکترین ده باقی مونده بود که پیرمرد ایستاد. آقا رضا به خیال اینکه پیرمرد میخواد پیاده شه مینیبوس رو تو اولین جای مناسب شونه خاکی جاده به آرومی و با احتیاط زیاد کنار زد. بلند شد در مینیبوس رو باز کرد. پیرمرد که ایستاده بود دست و جیب کت قدیمی و کهنه‌اش کرد و پول کرایه رو روی صندلی کنار راننده گذاشت. موقع پیاده شدن بود که رضا
متوجه پاهای پیرمرد شد. اون پیرمرد پا نداشت، صم بود. همونجا از اینکه متوجه شده بود اون پیرمرد آدمی زاد نیست و از اجنه است خشکش زد. وقتی پیرمرد جن آخرین نگاه رو به راننده انداخت، چهره واقعیشو با خباثت تمام نمایش داد و قلب آقا رضای بیچاره که تحمل این شوک عصبی رو نداشت ایستاد و درجا سکته کرد. خدا میدونه چند ساعت رضای نگونبخت سکته کرده تو سرما تو کف اون ماشین بیهوش شده بود. کمی بعد بالاخره یکی از روستایی که داشت اون مسیر رو با موتورش میگذرون متوجه مینیبوس شد. وقتی دید کسی رو از پنجره‌های مینیبوس نمیبینه و ماشین خالی کمی شک میکنه. راستی باید بگم مردم اون حوالی همه آقا رضا و ماشینشو میشناختن، چون سالهای زیادی بود که رضا رو توی اون مسیر با ماشینش میدیدن. مرد روستایی موتورشو کنار زد و رفت توی سرگوشی آب بده. وقتی به در بازمونده مینیبوس برخورد کرد، تو اولین نگاه متوجه رضا شد که روی پله های مینیبوس بیهوش شده. سریع و به سرعت بالای سر رضا رفت. وقتی کمی تقلا کرد و دید نمیتونه به هوشش بیاره، سریع با آمبولانس تماس گرفت و اونو به بیمارستان رسوند. فردای اون روز آقا رضا توی بخش CCU به هوش اومد. با لکنت زبون و بدبختی اون چیزی که دیده بود برای پرستارا تعریف کرد. یکی از پرستارا که نمیدونست باید چی کار کنه و خیلی شوکه شده بود، خانم رضا رو که توی راهرو منتظر به هوش اومدنش بود صدا میکنه. وقتی خانومش بالای سر آقا رضا میرسه، آقا رضا دوباره با بدبختی و سعی هر چی رو که میدیده بود برای خانومش تعریف میکنه. تا 5 روز بعد به خاطر حال وخیمش تو CCU بستری میمونه که روز 6م به علت نامعلومی دوباره سکته کرد و دار فانی رو ودا گفت. قصد دارم یه ماجرا از یکی از دوستان دانشگاهی ما براتون تعریف کنم. حتی دوستم این ماجرا رو توی کلاس درس اندیشه اسلامی برای استاد دانشجو تعریف کرد. استادمونم بعد از شنیدن ماجرا به دوستم گفت که بعد از اتمام کلاس بیاد تا بهش بگم چی کار باید بکنه تا دیگه این اتفاقا براش تکرار نشه. بعد از اتمام کلاس من از دوستم خواستم تا تمام ماجرا رو دقیق و کامل برام تعریف کنه. این ماجرا رو از زبون دوستم براتون تعریف میکنم. بعد از آخرین کلاس دانشگاهم حدود ساعت 8 شب با دوستم خداحافظی کردم و به سمت خونه دانشجویمون راه افتادم. خونه حدود 10 دقیقه‌ای با من فاصله داشت. دیدم هوا خیلی خوبه، حالا هوای پیاده روی به سرم زد. بنابراین تصمیم گرفتم مسیر دانشگاه تا خونه رو پیاده برم. من و 3 تا از دوستای دیگه یه خونه دانشجویی گرفته بودیم و قرار گذاشته بودیم هر شب تدارک شام رو یکی بدیم. از شانس منم اون شب نوبت من بود. بنابراین گفتم پیاده میرم، هم موقع شام میرسم، هم توی رو 4 تا همبرگر میخرم. اینطوری دیگه از شستن ظرفام راحت میشم. بعد چند دقیقه به ساندویچی رسیدم و 4 تا همبرگر خریدم. بعد از مدت کوتاهی به منزل رسیدم و در رو باز کردم. دیدم مثل همیشه همه منتظر منن و هنوز چیزی نخوردم. نشستیم و دوره هم شام خوردیم و فوتبال تماشا کردیم. بعد از دیدن فوتبال رخت خواب رو بند کردیم و چراغ رو خاموش کردیم و خوابیدیم. من اصلا اون شب خوابم نمیاد. تمام ذهنم مشغول حوادثی بود که اون روز توی دانشگاه برام رخ داده بود. فکر کنم تا 1 ساعت همینطور داشتم فکر میکردم، اصلا خوابم نمیبرد. همش توی رخت خواب از این طرف و اون طرف برد میخوردم که بالاخره احساس سنگینی تو چشم احساس کردم و یواش یواش داشت خوابم میاد که یهویی صدای دوستم توی خواب داشت حرف میزد و شنیدم. انگار داشت هزیون میگفت. از خواب بیدار شدم، کاملا هوشیار بودم. با خودم گفتم
احتمالاً داره کابوس میبینه و چند ثانیه دیگه تمامه. چشمو دوباره بستم و خواستم که بخوابم. دوباره دوستم شروع کرد به هذیان گفتن، اما این دفعه فقط صدای دوستم نبود، انگار صدای پچ و خنده میشنیدم. یکم کنجکاو شده بودم ببینم این صدا مال کیه. آروم چشامو باز کردم و سرمو برگردوندم طرف دوستم. وای خدای من، اینا کی هستن و تو اتاق ما؟ اینا تو اتاق ما دارن چی کار میکنن؟ چند نفری دور دوستم حلقه زده بودن و رو زانوهاشون نشسته بودن و با دستاشون رو زانوهاشون میزدن و میخندیدن. توی گوش هم دیگه پچ میکردن و دوباره میخندیدن. دوستم هم توی خواب فقط هزیون میگفت، اونم انگار داشتن به همین هزیون گفتن دوستم میخندیدن. بدنشون خیلی سفید بود، مثل گچ بود. تا من به اونو نگاه کردم انگار متوجه من شده بودن و توی یه لحظه توی یه چشم هم زدن همشون از زمین بلند شدن و به سمت آشپزخونه فرار کردن. آخری که داشت فرار میکرد پاش دیدم. پاش مثل مجسمه‌های گچی بود، اما نتونستم چهرهشون خوب ببینم چون هم تازه از خواب بیدار شده بودم و هم چشام داشتن تار میدیدن. از طرفی هم صورت و بدن خیلی سفیدی داشتم. من هم بعد از فرار اونا از ترس لحافو کشیده بودم روی سرم و تا صبح همونجوری خوابیدم. صبح با صدای بچه از خواب بیدار شدم و تو دوستم رو دیدم. ازش پرسیدم یوسف واسه دیشب داشتی کابوس می‌دیدی؟ اونم تو این خونسردی گفت نه، چطور مگه؟ منم ماجرا رو کامل براش تعریف کردم، ولی یوسف گفت اصلا متوجه چیزی نشده، دیشب اصلا کابوسی ندیده. بقیه دوستام پرسیدم، اونا هم متوجه چیزی نشده بودن، نه متوجه چیزی شده بودن، نه صدای شنیده بودن و نه موجودات سفید رنگ رو دیده بودن و تنها شاهد این ماجرا فقط من بودم. به پایان این قسمت رسیدیم. خیلی ممنون که تا آخر این قسمت همراه من بودید. به عنوان یه گپ خودمونی، اگر از ویدیو خوشتون اومد و محتوای کانال رو دوست داشتید، لایک و کامنت و سابسکرایب شما به این کانال خیلی کمک میکنه. دوستان، کانال سکوت بلند یه کانال تازه تأسیسه. خب مسلماً حمایت شما رو خیلی میطلبه. من هم تمام سعی خودم میکنم تا از این به بعد هر شب واسهتون یه اپیزود جدید آپلود کنم. پس برنامه اینه، از این به بعد هر شب یه قسمت جدید از این سری داستان‌ها رو خواهیم داشت. همونطور که اول ویدیو گفتم، اگر دوست دارید ماجراهای ماورایی و ترسناکی که واسه خودتون و اطرافیانتون اتفاق افتاده و از نزدیک تجربهش کردین از کانال خودتون، یعنی کانال سکوت بلند، پخش بشه، به آدرس تلگرامی که زیرنویس شده پیام بدید و با من در ارتباط باشید. پیش خیلی ممنونم بابت حمایت‌های قشنگتون. سپاسگزار شما. سکوت بلند.